أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوره مبارکه توبه بدون بسم الله. چرا از پیغمبر منقول نبود بسم الله الرحمن الرحیم؟ وقتی از پیغمبر دستور می رسید که بسم الله الرحمن الرحیم و سوره نوشته می شد، چون این قرآن تدریجی آمده. آیه وقتی می آمد، سوره می آمد، صحابه می دانستن وقتی در ابتدا بسم الله می آمد که این سوره جداگانه ای و همونطور نوشته می کردن. برای براءت این سوره براءت چیزی نوشته نشده، هیچ بسم الله نقل نبود. چرا؟ حضرت علی و بعض میگن چون سوره اعلان براءت از کفار میکند و بسم الله الرحمن الرحیم امان است. به این خاطر الله سبحانه و تعالی اینجا بسم الله را نوشت تا که این سوره اعلان براءت از کفار میکند و از مشرکین میکند با بسم الله الرحمن الرحیم، به این خاطر که او امانی هست و این براءتی نوشته نشد. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه می فرمایند که از رسول الله منقول نبود. از نظر مضامین سوره انفال و سوره توبه یکی است، در آنجا قوانین جهاد هست و در اینجا حکم جهاد. همه در سوره انفال در هر دو قسمت آداب و اصول جهاد بیان شد. اکنون در سوره دستور جهاد، به این خاطر از نظر مضامین به هم بودن و حکم یک سوره را داشت. نامهای زیادی برای این سوره نوشته کردند. براءت هم است، توبه هم است، فاضحه، فتیحه، رسوا کننده منافقین هم به مناسبت آیاتی که در این قرآن هستند نامهای زیادی را نوشته کرد. خب الان اون قاری‌ها آداب چطوره؟ وقتی که این قرآن را دارد تلاوت میکند و تلاوت را اینجا متوقف کرد به ان الله بكل شیء علیم و دو مرتبه شروع کرد خواندن را، بعد از توقف از براءت من الله از سر نو شروع کرد، هم باید اعوذ بالله و بسم الله هم بخواند که از اول از اینجا شروع میکنه. اگر قرائت را قطع نکرد ادامه داد تو لحاظا نه اعوذ بالله اینجا باید بخواند نه بسم الله، بلکه براءت من الله و رسوله بس کنه. ابتداءً شروع میکند اما اعوذ بالله را میخواند هم بسم الله. لیکن اگر قرائت را ادامه میداد هیچ کدام را نمیکند، نه بسم الله میخواند و نه اعوذ بالله. صحابه تا حد یک بسم الله که از پیغمبر منقول نبود اضافه نکرد، بسم الله را، و در این طور فاصله دادن که همینطور بماند. براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم، اعلان بیزاری سوره لہذا دستور جهاد را با کسانی که توحید را نمیپذیرند و متدین به دین حق نمیشوند دستور جهاد صادر. این سوره چه زمانی نازل شد؟ در سنه، ببینید سوره هم 113 سوره از نازله، از مائده بعد نازل شد، آخرین سوره هست، بعد 114 سوره. این سوره مبارکه در سنه 9 هجری نازل شد. مکه در 8 هجری فتح شد. 8 هجری ماه رمضان مکه فتح شد و این سوره در سنه 9 هجری ماه شوال نازل شد. نو بود حضرت
ابوبکر صدیق را رئیس حج کرد پیغمبر علیه السلام و در مکه مکرمه رئیس عطاب ابن اسید استاندار مکه عطاب ابن اسید و پیغمبر علیه السلام حضرت ابوبکر صدیق را امیر حج کرد و بعد برای اعلان براءت حضرت علی را با شتر خودش فرستاد. شتر پیغمبر علیه السلام به نام قصوا بود، او را فرستاد. حضرت علی آمد و این اعلان نامه را خواند که دیگر هیچ مشرکی به خانه کعبه برای حج نخواهد آمد، عریان طواف نمیتواند بکند در دور بر خانه کعبه. ولهذا این اعلانات بیزاری از خدا و رسول برای کفار بیان شد و اعلانش را حضرت علی کرد. چرا؟ که حضرت پیغمبر علیه السلام به حضرت علی بسیار نزدیک بودند. عرب ها قانونی داشتند که اعلان عهد شکنی را یا اعلان نقض عهد را باید خود اون معاهد بکند یا نزدیکترین فرد به اون معاهد اون چکار کند؟ اعلان نقض عهد کند. به این خاطر الله تعالی پیغمبر علیه السلام مطابق رسم عرب نزدیکترین فرد که حضرت علی بود از نظر نسب و از نظر خویشاوندی برای اعلان نقض عهد فرستاد. این براءتون مبتدا است من الله و رسوله متعلق حاصلتون. براءت حاصل است از جانب خدا و رسول یا واصلتون. حاصلتون نه واصلتون، چون اله تعلق با واصله بهتر میگی. براءت میرسد از جانب خدا و رسول به طرف کسانی که عهد کردید شما با آنها بلا تعیین مدت. شما با آنها عهد کردید، مدت تعیین نکردید از مشرکی، لذا تا 4 ماه اینها را مهلت فسیحوا فی الارض. پس بنویسید ای پیغمبر و صحابه و بگویید که ای کفار شما سیاحت کنید در زمین، بگردید در زمین 4 اشهر 4 ماه، شوال و ذی‌قعده و ذوالحج و محرم. و هم یقینا بدانید که شما غیر معجز الله هستید، خدا را عاجز نمیدونید. و هم بدانید که ان الله مخزی الکافرین، و خدا رسوا کننده کافرین در آخرت. اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. اعلانی هست از جانب خدا و از جانب رسول خدا به طرف مردم روز حج اکبر. حج اکبر این یک اعتقاد عوامیه که عرفه اگر روز جمعه بشه حج اکبره. اون سال هم عرفات روز جمعه بود. لیکن سروران گرامی یک توهم و خیال عامیانه هست. حج اکبر در برابر عمره. حج که به اصطلاح الان تمتع میگن، این حج اکبر، عمره حج اصغره. پس اینجا مراد از حج اکبر حج رسمیه که در ایام حج احتراز از عمره هست. عمره حج اصغره. اعلان از جانب خدا و رسول الناس یوم حج اکبر است که ان الله بریء من المشرکین. این اعلان است که خدا بیزار از مشرکین و رسول خدا هم از مشرکین بیزاره.
عطف رسوله بر لفظ جلاله عطف لفظ بر محل آنه، محل لفظ جلاله مرفوع بوده، اینجا به این خاطر اینا مرفوع خوانده. برنامه رسوله و این قانون است که بر اسم منصوب حروف مشبهه وقتی اسم ظاهر را عطف کنند رفع و نصب هر دو جایزه، رفع به خاطر محل و نصب به خاطر لفظ. الله هم بیزار از مشرکین و رسول گرامیش هم از مشرکین بیزار. ترغیب توبه هست. اگر شما رجوع کنید کفار برای شما خیره در دو جهان، و اگر شما اعراض کنید پس بدانید که شما غیر عاجز کننده خدا هست. تفسیر وعلموا انکم غیر معجز الله اینه که وبشر الذین کفروا بعذاب الیم، بشارت بدان آنها را کفر کردن به عذاب الیم. الا الذین عاهدتم من المشرکین، ها مگر اونهایی که شما عهد و پیمان کرده اید با آنها از مشرکین، دو قبیله بنو زمره و بنو کنانه در جلوی خانه کعبه با آنها معاهده کردند که شما بر علیه ما بر علیه شما توطئه نکنید. تا زمانی مدت اینها 9 ماه تا 9 ماه با اینها عهد بود. الله تعالی میگه اینها تا اون مدتی که قرار داده تا نقض نکردن شما هم عهد شکنی نکنید. بشر الذین کفروا بعذاب الیم، لکن آنهایی که عهد کرده اید شما از مشرکین، با آنها از مشرکین عهد کرده اید ثم لم ینقصوکم شیئا، و آنها نقض عهد هم نکردن با شما، در عهد خود هیچ نقصانی نکردن، دشمنان شما را هم امداد نکردن. لم ینقصوکم شیئا ولم یظاهروا علیکم، و بر علیه شما کمک نکردن هیچ عهدی را، ولم یظاهروا علیکم احدا، هیچ عهدی را بر علیه شما هم تقویت نکردن. پس برای اینها کامل کنید، فاتموا الیهم عهدهم، کامل کنید به جانب اینها عهد آنها را تا مدتی که آنها دارن. مدتشون 9 ماه بود، یعنی عهد شکنی شما نکنید تا 9 ماه. الله تعالی دوست دارد متقین را، آنها که از عهد شکنی اجتناب کنند. فاذا سلخ الاشهر الحرم، وقتی گذشتن ماهای محترم، ذیقعد، ذوالحج، محرم، اینها ماهای محترم بعد از شوال میاد. تو وقتی گذشتن ماهای محترم بعد میگن که 4 اشهر شوال و ذیقعد و ذوالحج و محرم، بعضی هم میگن نه اشهر تا 4 ماه 20 روز از ذوالحج، محرم، صفر و 10 روز از ربیع الاول، این 4 اشهر. لیکن اینجا مراد از اشهر حرم شوال، ذیقعد و ذوالحج و محرم، 3 ماه با هم متصلن، بعد از شوال میاد. وقتی گذشتن ماهای حرم تو حکم جهاد است، فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، گردن بزنید مشرکان را هر کجا که یافتید و بگیرید آنها را دستگیر کنید و محاصره کنید آنها را در قلعه ها و بشینید برای آنها در هر کمینگاه، هر جا کمین بزنید برای اینها. لحظه امروز مسلمان ها باید این آیات عمل کنند. همه اعتقاد دارند که آیه سیف است. آیه های نرم و شیرین را آیه سیف ناسخ است، یعنی این آیه ناسخ است، دیگه آیه های نرم و شیرین منسوخ است. سیوطی میگه آیه سیف سروران گرامی تمام آیاتی را میگویند که در آن دستور قتل است و کتاب. فقتلوا المشرکین، قتل کنید مشرکین را هر کجا که شما یافتید، در ساختمان یافتید یا در میدان نبرد یافتید یا در کوچه و خیابان یافتید، بزنید کافر و دستگیر کنید آنها را، اسیر شدید و محاصره کنید آنها را در قلعه ها و بشینید برای آنها در هر کمینگاه. ها
شرایط رهایی اگر اینها توبه کردن از کفر و شرک و دلیل توبه مثلا اقامه نماز کردن و ایتاء زکات کردن تو بعد راه اینها را ول فخلوا سبیلا کمین نکنی راه اینها را ول ان الله غفور رحیم بتحقیق الله تعالی بخشنده و مهربان است. و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله. در وسط این فرصت اگر یکی از مشرکین پناه گرفت از شما در زمان اباحت قتل از شما پناه میگیره تو شما او را پناه بدهید. هدف اینه که حتی یسمع کلام الله بیاید در مجلس شما و کلام الهی را یا مطلق دلائل دین را بشنود. باز او را هم اینجا دیگه گرفت نکنید بگذارید او را تا به محل امنش که همون دار کفرش هست برسه. ثم ابلغه مأمنه بعد دیگه تمام انشه امانه بود که به وطن خودش برگرده. اینا قوم نادانی. خب از این کیف یکون جواب موانع از کتاب الله تعالی اون موانعی که برای قتال ایجاد می کردن اون موانع را جواب میده. جواب موانع کتاب اینها را بکشید هر کجا دیدید. ما با اینها یک زمان عهد و پیمان داشتیم حالا چطورشون بکشید؟ یک زمان ما با آنها عهد و پیمان داشتیم الان چطور بکشید؟ اللہ تعالی میگه شما که ملاحظه عهد و پیمان میکنید لیکن آنها نمیکنن. من میدانم اگر آنها قدرت پیدا کردن ملاحظه عهد و پیمان نمیکنن. شما چطور ملاحظه میکنید عهد و پیمان را؟ آنها نمیکنن. من میدانم چطور میشود برای مشرکین عهدی پیش خدا و پیش رسولش مگر آنها که شما معاهده کردید با آنها عند المسجد الحرام که بنو زمره و بنو کنانه. پس تا زمانی که این بنو زمره و کنانه که معاهدن استقامت کردن برای شما تو شما برای آنها استقامت کنید. چرا که الله تعالی دوست دارد آنهایی که متقین از حد شد. کیف این کیف تکرار شد اعاده بود عهده. کیف یکون لهم عهد اگر آنها غلبه کردن بر شما لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه ملاحظه نمی کنن درباره شما رشته‌داری را و نه عهد و پیمان را. اینها خوشحال میکنن شما را با زبان خود و انکار میکنن دل آنها و اکثر اینها فاسقند یعنی از حد و مرز بیرون. اینها با دهان شما راضی میکنن اگر قدرت پیدا کنن اینها اصلا نه رشته‌داری را لغاز میکنن و نه عهد و پیمان را. این دلیل بی ایمانیه. اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا قسم خوردن و الان به خاطر کمی پول هم عهد شکنی میکنن. اینا خرید کردن به مقابل آیات الهی کمی پول را لحظا به این خاطر صدوا عن سبیله اینها از راه خدا بند کردند و بند شدند. انهم ساء ما كانوا یعملون. به تحقیق این یهودی ها و نصرانی ها و مشرکین خیلی بده آنچه که انجام میدن. از راه خدا جلوگیری کردن آیات الهی را برای کمی پول فروختن. این عمل بسیار زشتی که اینا انجام لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه مراقبت نمیکنه اینها درباره هیچ مؤمنی رشته‌داری را و نه عهد و پیمان و اولئک هم المعتدون اینها هستند متجاوزین درجه. اکنون ترغیب توبه اگر این کفار از کفر و شرک توبه کنند و دلیل توبه اقام الصلاة نماز را اقامت کنند و آتوا الزکات زکات پرداخت کنند پس اینها برادران شما هستند در دین. و ما تفصیلا بیان میکنیم آیات را برای قومی که میدن و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم. حالا منافقین و کفار معاهدن اگر نقض کردن عهدهای شما را بعد از اینکه عهد کردن آنها
و طعنوا فی دینکم و طعنه زدن در دین. وقتی که اینها در دین طعنه زدن لحظه دلیل که اینها عهدشکنی کردن. پس شما قتال کنید ای مؤمنین با زمامداران کفر، ائمه الکفر، با امامان کفر، آن که در بیرون کردن پیغمبر مشرکین را امداد داده بودند و کسانی که یهودی مراد گرفتند. لحظه یهودی در دین شما طعنه میزدند. اگر اینها عهد شکستند قسمهای خود را، عهدهای خود را بعد از این که عهد کرده بودند و طعنه زدند در دین شما، شما این ائمه کفر را گردن بزنید. چرا که لا ایمان لهم، هیچ عهدی و پیمان برای آنها نیست تا که اینها را باز بیان. بعد این ضربه زدن کفار ائمه کفر تا ضربه بزنید تا که دیگران عبرت بگیرند و باز بیان. صحابه همینطور کردند. وقتی سردمداران کفر را زبون کردن دیگر انسانهای مستضعف ایمان آوردن. الله تعالی میگه شاید اینها از شرک و کفر باز بیان. اکن ترغیب به طرف جهاد است بعد از وقوع نقض عهد. الا تقاتلون قوما، آیا شما قتال نمیکنید پیغمبر صحابه با قومی که نکثوا ایمانهم، شکستند عهدهای خود را، پیمانهای خود را و اون پیمانهای را که با قسم مؤکد کرده بودند و تصمیم گرفتند که پیغمبر را اخراج کنند. برای اخراج پیغمبر هم اینا تصمیم گرفتند. خدا پیغمبر را دستور داد بزنید. و هم بدعوکم، و آنها با شما شروع کردند مرتبه اول جنگ را. آیا شما می ترسید از سامان و جمعیت آنها؟ الله حقدارتر است که شما از اون الله بترسید اگر واقعا مومن. قتال کنی شما با این کفارها، عذاب میدهد آنها را الله تعالی به دست شما و ذلیل میکند الله تعالی آنها را و نصرت میکند شما را بر علیه آنها و شفا میدهد الله تعالی سینه قوم مؤمنین را. اون مؤمنینی که سینه شون داغه ما شفایاب میشه و دفع میشود خشم دل مؤمنین و رجوع میکند الله تعالی بر هر کسی که بخواد. و الله علیم حکیم. خب زدره، آیا شما گمان میکردید مؤمنین که شما رها میشید حالان که ظاهر نکرده الله تعالی آنهایی را که جهاد میکنه از شما و آنهایی را که نمیگیرن غیر از مؤمنین و رسولش و غیر از مؤمنین ولیدتن دوستان دیدی؟ هنوز مسئله جهاد منکشف نشده شما میخواهید؟ والله خبیر بما تعملون. الله تعالی خبردار است به آنچه شما عمل میکنید. از اینجا هم معنی ثانی جهاد را بیان میکند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.